مانکرفت 288 خفن و برنجی اینجاست. میخواد به شما مانکرفت تو 3 پارت یاد بده. آقا از اون پست قبلی من الان باید بفهمید که من قرار مانکرفت به شما یاد بدم تو 3 پارت که 3 پارت اولش منوی بازی و ستینگ بازیه. پارت دوم و پارت سوم گیم پلی. خب بچه ما اول از منوی بازی شروع میکنیم و بچه میریم داخل ستینگ. اول اینجا که میبینین یه منو خیلی خوشگل مانکرفت زده که اینجا میتونیم هر کاری کنیم. اینکه اول بریم آقا سراغ کارم. اول این قسمت چیه؟ قسمت اول اینه که پلی بازی کردن. این خودمون حالا اینو ولش واسه منوی بازی کم این عجیب. اینجا این قسمت ستینگه که واسه کل بازیه، نه واسه مثلا یه دونه بازی. اون واسه یه دونه بازی حتما ما بریم داخل ستینگ خود بازی مخصوص اون. اینجا حالا مثل چیزایی مثل ماد پک نه مثل اینا که میتونین این کارا کنین و حالا اونقدر واسه بدارک پلی حالا اونجوری نیست که حالا بخوام مثلا کار انجام بدیم. این قسمت هم که نوشته بالا آخرین گزینه که زبان انگلیسی خیلی بده. اینجا میگیم که اسکین داره، ورد داره و ادوانس داره و تکس تروز داره. بچه اینا بازی آنلاینی هن که شما میتونین بازی کنین. بودن یه ماد حساب میشن. آره یه جوری ماد حساب میشن. بچه بعضیشون فری هن و بعضیشون باید با پول خود مانکرفت بگیرین که این محسوب میشه. بعد بگیرین و دیگه آره. خب بالا این قسمت خارج شیم. اینجا ببینیم ما چیمونو زده. اسمش یادم ورد دنیامونو زده. یعنی چی؟ یعنی ما داخل چه نسخه بازی میکنیم. این الان جایتون نسخه بازی محسوب میشه که میشه نسخه 1.21 خورده ای. اون خوردهشو یادم نیست. و آره اینو اگه ندارین یعنی مثلا این ویدیو به نباید ببینید یا باید آپدیتش کنین یا مثلا باید ببینید از نسخه قدیمی‌تر ببینید. خب حالا بچه اینجا نوشته دریسینگ روم که میتونید اسکیناتون رو عوض کنید. میتونید از یه سایتی اسکین بگیرید. این هم که با کوین‌های خود مانکرفت میتونید بخرید. آره حاجی ماله که از یوتیوبر معروفه مانکرفت. خب حالا این قسمت که در بیایم میرسیم اینجا به نام پروفایل که میتونیم پروفایلتون داخل مانکرفت عوض کنید که اینجا میبینیم میتونیم پروفایلتون عوض کنید. در همین این قسمت میتونیم پروفایلتون عوض کنید و هم تو پروفایل قسمت میتونید پروفایلتون عوض کنید. حالا اینجا هم یه جایی هست به نام سینگ این که اینجا میرین داخلش ثبت نام میکنین. اینجا میرین داخلش ثبت نام میکنین و میتونین بازی آنلاین رو بازی بکنین. ولی اگه مانکرفت پول مانکرفتی داشته باشین. اگه نداشته باشین میتونین بازی فریش بازی کنین. خب حالا این قسمت در میریم بریم داخل قسمت پلی یعنی بازی. میریم داخل یه قسمت اینطوری که ما نه اینجا قرار بریم نه اینجا قرار بریم. هیچ این دوتا جا قرار نیست ما بریم. قرار اینجا بریم که اینجا ورد های هم زمین هایی که ساختیم. حالا اگه بخوایم یه ورد جدید بزنیم باید بریم بزنیم رو این یعنی create new word. بازم create new word. بعد اینجا یه قسمت هست که نوشته my word. میتونین اسم واسه وردتون بزنین که حالا واسه من مثلا میزنم مانکرفت. این مثلا مانکرفت که اینجوری اسم وردتون میشه مانکرفت. بعد اینجا نوشته گیم مود کریتیو یا سروایول. حالا کریتیو چجوریه؟ سروایول همون بقا حساب میشه. یعنی مثلا بازی رو تمام میتونی کنین و میتونین بازی رو شروع کنین. ولی کریتیو فقط واسه ساخت و ساز ساخته شده.
و یکم بیایم پایین‌تر نوشته دیفیکالتی. دیفیکالتی چی هست حالا؟ دیفیکالتی سختی بازی میده. اولی اینه که یعنی ماب‌های وحشی همون زامبی اینا اسپان نمیشه، کسایی که بهتون دمیج میدن، همون کتک میدن. خب حالا بعد یک دونه گزینه بریم جلوتر، یعنی ایزی. بازیتون یعنی سختیش ایزیه و اگه یه دونه بریم جلوتر سختیش نورماله. به نظر من یا ایزی بزنین یا نورمال، چون که اولین سری سروایولتونه. اگرم نیست که میتونیم رو هارد بزنیم، ولی اگه اولین سری سروایولتون میتونین رو هارد بزنین و خیلی حال میده و واقعا هم سخته. حالا اینجا که برسیم واسه یک سری سروایول، هم این احتمال لازمتون شه، این بیشتر واسه مثلا شما خیلی بازی رو تمام کردین دیگه میخواین برین خود بازی بهتون یه جای خوب بده. اینجا مثلا میتونین یه سید از یه هر چی سرچ کنین، بیا بیرون، هر چی سرچ کنین تا یه سید بیاد و اونو بزنین داخل یه دنیای خیلی خفن. اینجا هم که زده کنارش تمبلا تست، این اگه بزنین روش بچه یه چند تا سید خودش میده که اصلا بد نیستن. مثلا دارک همون جایی که واردن اسپان میشه است. خب حالا اینجا بیایم بیرون پایین تر یکم زده فلت واسه همون کریتیو هست. این واسه کسایی که کریتیو بازی میکنن، اونا میتونن اینو بزنن که داخل دنیاشون هیچ چیزی وجود نداره، نه درخت نه بیله، فقط ماب اسپان میشه و خودتون میتونید ساخت کنید. و حالا یکم بیایم پایین‌تر، اینجا گرس و ایناشو زده که میتونید رو هر حالتی که دلتون خواست بزنید. این زیرش هم زده که چجوریه. حالا اگه این حالت بیایم پایین‌تر، استرینگ مپه که اونقدر حالا به دردتون نمیخوره داخل بازی. حالا یکی بیایم پایین‌تر اسمش بونز چست، یعنی صندوقچه شانس. حالا یه طور اینجوری میشه. حالا صندوقچه شانس به چه دردتون میخوره؟ مثلا اول بازی که گیم پلی پارت 3 است اصلا توضیح میدم که اینو بزنین یا نه. اگه دلتون خواست بزنین یکم حالا بازی به نفعتون میشه. و پایین تر که یکم بیاین اینه قسمت شو کوردیناتس، خیلی انگلیسی خوش مسخره میکنم. اینم بزنین، اینو حتما فعال کنین. اگه دلتونم خواست اینو فعال کنین. حالا این هم واسه تون غذا میاره، هم واسه تون چوب میاره که واسه اول بازی خیلی خوب متوسطه، چون که بعضی وقتا چوب کم میده، بعضی وقتا اصلا غذا کم میده یا اصلا بعضی وقتا غذا نمیده. خب بچه‌ها این بود یک سری سروایول خوب واسه ماینکرافت که همه چی واسه یه سری خوب سروایول ماینکرافت بهتون یاد دادم. اگه میخواین حالا یه مادی چیزی هم بزنین، ماد میشه همون مثلا یه تفنگ در میارن دستشون. اینجا میزنین رو ریسورس پک یا این یه چند تا ماد پک واسهتون میاد که حالا ماد پکش اصلا اینجا نیست، یه قسمت دیگه بریم اونجا رو که رفتین یه ماد پک و اینا رو میزنید، بعد مثلا تفنگو دستتون میاد که اینا رو فکر نکنم بخواد ویدیو باید یاد دادم، ولی خب دیگه. و همین دیگه بچه، امیدوارم در سلامت روان هرچی در سلامت کلن باشین. امیدوارم هر کی میدونه اینه در سلامت کامل جسمی باشه. و همین دیگه، پس تا دیگه خدا نگهدار.